روزی یک وکیل چاه آب خود را به معلمی فروخت. در روز بعد وکیل آمد پیش معلم و گفت: آقا، چاه را فروختم ولی آب داخلش را نفروختم. اگر میخواهی از آبش استفاده کنی باید هزینه‌اش را پرداخت کنی. معلم کمی فکر کرد و لبخندی زد و گفت: بلی، میخواستم پیش شما بیایم و بگویم آب خود را از چاه من بردار، وگرنه از فردا برای وجود آب در چاه من کرایه آن را بپردازی. وکیل با شنیدن این حرف عصبانی شد و گفت: اوه، من فقط شوخی کردم. معلم خندید و گفت: ولی من جدی گفتم و یادت باشد من معلم هستم و به امثال تو درس داده ام تا وکیل شوند. یعنی تو هنوز در برابر من شاگردی و خیلی چیزها را نمیدانی و باید از معلمت بیاموزی.